درود همدیاران گرامی قدر، سال نو میلادی 2024 خجسته باد. بگذار سال نو پیغامی نو بیاورد. سالهای آخر ازبکستانی نو در همه ساحه‌های زندگی کامیاب می‌گردد. باعث فخر و افتخار است که همکاری‌ها با مملکت‌های بانفوذ جهان رونق می‌یابد. علل خصوص روابط با دیار دوست همسایه تاجیکستان به طرز نظررس رشد یافت. مردم شریف ازبکستان را به مناسبت سال نو میلادی صمیمانه تبریک میگویم و به مردم شریف ازبکستان برای کار، موفقیت و کامیابی ها تمنا میکنم. ما باوری داریم که سال 2024 سال موفقیت و کامیابی ها و از همه مهم در تحکیم مناسبت دوستی خلقهای تاجیک و ازبک صحیفه نو باز خواهد شد. زیرا در سال 2024 سفر دولتی پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرمانویچ میرزیویف به تاجیکستان به نقشه گرفته شده است و در این سفر تاریخی سندهای بسیار مهم که به تحکیم مناسبت‌های دوستانه خلق‌های تاجیک و ازبک نقش مهم می‌بازند به امضا می‌رسد. ولی باید گفت که سال 2023 نیز سال موفقیت و کامیابی‌ها برای تمام مردم شریف ازبکستان بود. در همه ولایت‌ها، شهر و ناحیه‌ها موفقیت و دستاوردها چشمرس بود و در جاده سیاست نیز چاره‌بینی‌های خیلی سطح بلند در شهر تاشکند پایتخت جمهوری ازبکستان دایر گردید که در جلسه‌های باشکوه سازمان همکاری‌های اقتصادی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و دیگر پرزیدنت‌های عضو اعضا به شهر تاشکند آمدند و در این جلسه اشتراک و سخنرانی نمودند و همین گونه چاره‌بینی‌های سطح بلند در جمهوری ازبکستان خیلی زیاد دایر گردید و سمرقند و یکی از مرکزهای چاره‌بینی‌های سطح بین المللی مبدل گردید. باعث افتخار است که سال گذشته پرزیدنت جمهوری ازبکستان جناب عالی محترم شوکت میرزیویف به شهر دوشنبه تشریف آوردند و 5 سالگی همکاری‌های کشورهای آسیای مرکزی را تجلیل نمودند و همچنین در فورم گلوبالی آید به مسئله آب اشتراک و سخنرانی نمودند که این البته اهمیت نهایت بزرگ دارد. باعث افتخار است که به شرافت سیاست بسیار دوراندیشانه دو راهبر دولت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب والی محترم امام علی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان جناب والی محترم شوکت میرزیویف دوستی و همکاری ها روز به روز تقویت می آمد. هفته گذشته در تالار سفارتخانه جمهوری تاجیکستان در جمهوری ازبکستان به خاطر تجلیل سال نو میلادی چاره‌بینی دایر کردید. در آن با اشتراک ادیبان، روزنامه‌نگاران و زیایان تاجیک مقیم ازبکستان کتاب‌های نوی سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری ازبکستان عبدالجبار رحمانزاده پیغامی دوستی و دیپلماتیا، فرهنگ و سیاست که به مسائل روابط ادبی خلق‌های تاجیک و ازبک از موقع دیپلماتی فرهنگی در شرایط کنونی بخشیده شدند برگزار کردید. این خلق‌های ازبک تاجیک از قدیم الایام و خلق گوین یغلسه قیغوسی بر، کویلسه چلغوسی بر. برای مستحکم گردانیدن، برای باز هم روح بلند ادامه دادن این رابطه های دو خلق سهم گذاشتن، این بسیار کار ثواب است. امروز
جناب سفیر 2 کتاب انشا کردند که درباره هم دوستی و رابطه و دو خلق برای کتابخانه‌ها، نه فقط کتابخانه، حتی برای اهل علم ادب خیلی کتاب مفید است. در اول مؤلف عاید به محتوای کتاب‌های مذکور معلومات داده نقشی دو سرور دولت را در تحکیم مناسبت‌های دوستانی دو خلق برادر مهم ارزیابی نموده و حاضرین درباره محتوای اثرهایش به طور اجمالی معلومات منظور نمود. کتاب کمینه هم سرچشمه تصوف ماوراءالنهر کتاب هم به زبان تاجیکی چاپ شد و این کتاب در دوشنبه در اکادمی علم‌ها تقدیمات شد. بسیار تقدیمات خوب شد. من همین کتاب نوشتم که سرچشمه تصوف هم ماوراءالنهر هم با همسایه ها یک حوزه بود. یعنی من کتاب تالیف کردم به زبان تاجیکی و به این کتاب ها به 2 پرزیدنت ها تقدیم شد. در پایان چاره‌بینی سفیر نوید رساند که آهنگساز نامی ازبکستان مصطفی بفایف به عضویت اتفاق آهنگسازان تاجیکستان پذیرفته شده است. سپس او زیر کفکوبی‌های بردوام شهادتنامه و نشانهای سریسینگی وزارت‌های فرهنگ، معارف و علم تاجیکستان و اینچنین افتخارنامه‌های سفارت را به عالمان، آموزگاران و ضیاعیان فعال کشور ما سپرد. مرا در این تنتنه بزرگ با اعلاچی معارف خلق تاجیکستان سرفراز گرداندند. این البته برای من یک بخت بزرگ، یک مسئولیت را حس نمودم که در نزد خوانندگان، در نزد تمام آموزگاران اعتراف شدم و مسئولیت را حس کرده ایستادم. البته من خیلی خرسند و خوشبخت هستم. از همه استادان خود منتدار هستم. به نزد آن کسی بنشین که از دلها خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد. امروز از تقدیمات سفیر محترم، از تقدیمات کتابشان، از انسان‌های با معرفت که همجای نشستیم بسیار ممنون هستم و از آن مکافاتی که ما را سزاوار دانستم برای حکومت جمهوریت تاجیکستان، شخصا برای سفیر محترم اظهار منتداری میکنم و برای رواج و رونق زبان مادری، زبان تاجیکی در ساحه تعلیم و تربیت همیشه کمر بسته است و خود را قرضدار می‌حسابیم. نسل آینده را در راه وطن دوستی، در راه دوست داشتن زبان مادری تعلیم و تربیت میدیم. آنچه که تاریخی و ادبی پیغام دوستی پیغامه بر روابط ادبی و فرهنگی خلقای تاجیک و ازبک بخشیده شده است. دوستی، آفرندگی، بنیادکاری، ترقیات و پیشروی است. این 2 کتاب برای مطالعه خیلی هم خوب است، چون که در اینجا غیر از آن که چیزهای ادبی هم آورده شده است، درباره دیپلماتیا که تمام مردم عالم را به هم به وحدت می‌برد، متحد می‌کند، درباره هم خیلی هم حرفای خوب و جالب گفته شده است و من فکر می‌کنم که من سال 2020 خیلی هم خوب گذشت و من برای در سال 2024 به تمام بینندگان این برنامه خوب و گوارای رنگین کمان سال خوب و با برکت بیاید، سال تنجی و امانی بیاید. همه تماشابینان محترم و عزیز را به مناسبت فرا رسیدن این سال، استقبال گرم این سال صمیمانه تبریک میگویم. همیشه در خانوادهشان تنجی و امانی ثبات برقرار باشد و دسترخوانشان پرفیض و نعمت گردد. در آخر چاره‌بینی صنعتکاران تاجیک ولایت‌های قشقدریا و نوایی خاطر حاضرین را با سرودهای وطن دوستانه و ترنمگر دوستی و برادری شاد نمودند. ما که در سال نو، سال 2024 قرار داریم، به همه مردم ازبکستان، بخصوص تاجیکان ازبکستان، پیش از همه سلامتی، تن صحت و برای کار آرزو میکنیم. همیشه سلامت و سربلند و پیروز باشید.
شاهی خوبان توی راحتی جان توی شاهی خوبان توی ای راحتی جان توی شاهی خوبان توی ماه شبستان توی شاهی خوبان توی ماه شبستان توی شاهی دختران تو در آغوشم از چشم و لطافی تو میبوسم شاهی دختران تو در آغوشم از چشم و لطافی تو میبوسم عاشق دلبانی تو گرنوشم به ساغر و می مست و مدهوشم به ساغر و می مست و مدهوشم شاهی خوبان توی راحتی جان توی شاهی خوبان توی ای راحتی جان توی شاهی خوبان توی ماه شبستان توی شاهی خوبان توی ماه شبستان توی شاهی خوبان توی راحتی جان توی شاهی خوبان توی ای راحتی جان توی شاهی خوبان توی ماه شبستان توی شاهی خوبان توی ماه شبستان توی شاهی خوبان توی راحتی جان توی شاهی خوبان توی ای راحتی جان توی شاهی خوبان توی ماه شبستان توی شاهی خوبان توی ماه شبستان توی در تالار بر هوای شعبه دانشگاه دولتی اخبار و تکنولوژی تاشکند در شهر نورافشان در دایره مموراندومی که بین ولایت‌های سوغد و تاشکند به امضا رسیده بود با تشبث حاکم ولایت تاشکند، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد، سفارت تاجیکستان در ازبکستان و همدستی شعبه ولایتی مرکز ملی فرهنگ تاجیکان ازبکستان محفل علمی و ادبی برگزار شد. tadbir ikki xalq o'rtasidagi madaniy munosabatlarni yanada mustahkamlanishiga, rivojlanishiga yordam beradi deb umid qilamiz. Ushbu aloqalarning rivojlanishiga oliy ta'lim muassasalarining ham alohida o'rni bor. Aynan Nurafshon filiali bilan Tojikistonning So'g'd viloyatida joylashgan oliy ta'lim muassasalari o'rtasida ilmiy hamkorlikni rivojlantirish maqsadlarini ushbu tadbir davomida muhokama qilib olamiz. در چاره‌بینی فرهنگی نمایندگان سفارت تاجیکستان، مرکزهای ملی و فرهنگی، استادان دانشگاه مذکور، شاعر و نویسندگان، عالمان و دانشجویان شرکت جستند. بسیار صحبت‌های بسیار عجایب گذشت، صورت‌های بسیار عجایب تنین انداخت شد و باور دارم که همین روعه بین ولایت‌ها، بین ناحیه‌ها باز در سطح جمهوری آیسته است. البته باز در سال 2024 به سطح عالی می‌برد. سفیر تام الاختیار تاجیکستان عبدالجبار رحمانزاده برای پذیرایی گرم به حاکمیت ولایت تاشکند و راهبری شعبه دانشگاه دولتی اخبار و تکنولوژی تاشکند عرض سپاس نمود و گفت که طبق قراردادهایی که سران دو دولت به تصویب رساندند، رابطه‌های فرهنگی و اقتصادی دو کشور به هم دوست و برادر سال از سال گسترش می‌یابد. در این محفل از آغاز تا انجام آن همه سخن از دوستی بود، همه سخن‌ها از همکاری، از محبت، از گرمی دل‌های دو کشور همسایه بود. سخن درباره همکاری‌های
علمی، درباره همکاری‌های ایجادی، درباره همکاری‌های اهل علم و فرهنگ و مطبوعات و روزنامه‌نگارا و دیگر نماینده‌های گوناگون طبقه‌های جامعه بود که ما فکر می‌کنیم با باز شدن همین سرحدها، با گرم شدن مناسبت‌ها، همه همکاری‌ها باز هم رواج می‌یابند و نتیجه‌های بسیار دلخواه را به بار می‌آورند. در قسم مشاعره محفل شاعران ولایت‌های سود و شهر تاشکند، عبدالجبار سروش، بهرامجان رحمتزاد، پیمان، محمدجان شادی و دیگران شعرهای تازه ایجاد خود را به سمع حاضران رساندند. بیا درخت شویم و ز هم جدا نشویم، ز شهر عشق مهاجر بنا کجا نشویم. بیا ز لانه خود چون پرنده شیرین جان، جدا ز چشم نگردیم و کم نما نشویم. بیا به هر کی چو ما عاشق است دوست شویم، به هر کی دشمن عشق است آشنا نشویم. بیا به هر کی چو ما نقص همترانه شویم، به هر کی فکری بده کرد هم نوا نشویم. بیا که جان بکنیم و ز عشق دل نکنیم، جدا ز هر دو جهان از جهان ما نشویم. بیا به مثل دو پیچک به یکدیگر پیچیم، اگر خزان برسد هم ز هم جدا نشویم. آخرین 2-3 سال به امریکا، به انگلیس، به ترکیه به کتابام، مقاله‌ام چاپ شد که همین حرکت‌های اولا به استادام، حرکت‌های همین استادام یا راهشون دانش، حرکت‌های آچه دادم ویاشکتی، من خودم همین نتیجه برسته اندرم. نصیب کند که این بعدی اینم در آینده همین مقاله‌ها، شعرهای نوشته چه دولت‌ها به برآورده خودم یاویم نشانه تمفتی نیتمیت. در چشم نیکشیم بینگری، من درختم، من زمین، من آبشار. در چشم بد نظر دوزیده من، سنگ سختم، چوب خشکم، نیگی خار. سرودهای دلنشین آوازخوان‌ها صادربک سالیف و فرمان عظیمов به محفل علم و ادبی شکوهی تازه بخشید. خنده لب‌های تو را، ناز و اداهای تو را، یگان نگاه‌های تو را، ای جان که داره، ای جان که داره. خنده به لب‌های تو را، ناز و اداهای تو را، یگان نگاه‌های تو را، ای جان که داره، ای جان که داره، ای جان که داره، ای جان که داره. عاشق زار دستم، دل به قرار دستم، شب انتظار دستم، ای دل بر من، ای دل بر من. عاشق زار دستم، دل به قرار دستم، شب انتظار دستم، ای دل بر من، ای دل بر من، ای دل بر من، ای دل بر من. خنده به لب‌های تو را، ناز و اداهای تو را، یگان نگاه‌های تو را، ای جان که داره، ای جان که داره. خنده به لب‌های تو را، ناز و اداهای تو را، یگان نگاه‌های تو را، ای جان که داره، ای جان که داره، ای جان که داره، ای جان که داره. بغیر از من یارت کیست، جز من وفا دارد کیست، دل بر و دل دارد کیست، ای دل بر من، ای دل بر من، ای دل بر من، ای دل بر من. خنده به لب‌های تو را، ناز و اداهای تو را، یگان نگاه‌های تو را، ای جان که داره،
ای جان که دارد